سلام دوستان، امروز من توی سالن تنهام و تصمیم گرفتم که موهای خودم و یه آبرسانی و پروتئین تراپی داشته باشم، یه مقدار احیاشون کنم چون یه خورده نوک موهام خوش شده و حالت بعضیاشون موخوره زده و گفتم که چه کاری بهتر از این که به موهای خودم برسم و مراحل رو کاملا پله پله براتون ویدیو میگیرم که شما آموزش ببینید که موهاتون رو اگه خواستید توی خونه بتونید به راحتی پروتئین تراپی انجام بدید. خب دوستان، تو مرحله اول کار شستشوی موها رو داریم با یک شامپویی که مناسب برای تراپی هستش و pH 7 داره. من موهامو میشورم و بعدش میریم که مراحل بعدی رو با هم انجام بدیم. آب رو باز میکنم، بذار ببینم که مشتری ها چقدر اذیتشون میکنم. آب تنظیم بشه، هرچند که آب سرده یه مقدار، اما خب ایرادی نداره، نمیخوایم آب هدر بره. موها رو میشوریم. همه قسمت های مو رو باید آب بزنیم. نمیدونم چقدر توانایی دارید تو شستشوی موهای خودتون، اما من هیچ وقت هیچ کاری برام سخت نیست. یعنی همیشه دوست دارم هر کاری که از ذهنم لحظه‌ای میگذره رو انجامش بدم و امروزم این کار منو وسوسه کرد که موهامو بشورم، شاید هم خیس بشم. آب داره گرم میشه. بعد اینکه آب رو اینجا میبندیم، از شامپو میزنیم رو دستمون. شامپو رو کاملا رو دستم بازش میکنم و به کل موهام میزنم. تو مرحله اول موهامو کاملا ریشه موهامو میشورم. همه قسمت های موها رو باید بشورید. شستشوی پروتئین تراپی به این شکله که شما باید موهاتون رو انگار که دارید رخت میشورید تا کمک کنید کوتیکول های موهاتون باز بشه. تحریک میکنم که کوتیکول های موهام باز بشه. و دوباره آبو باز میکنیم. تو همه ها باید تمیزکاری رو داشته باشید. خب بعد اینکه ماساژ رو دادیم موهامو کاملا آبکشی میکنیم.
مشتریای بیچاره رو چجوری اذیت میکنم اینجا. البته اذیت نمیشم، نه خیلی هم عالیه، خیلی هم دلشون بخواد که من اینطوری موهاشون رو میشورم. واقعا با عشق موها رو میشورم، یعنی همه مشتریام دوست دارن موهاشون رو خودم بشورم، دست کسی نه. چون من خیلی اهمیت میدم به این مواردی که شاید از نظر خیلیا یه کار اهمیتی باشه، برای من خیلی اهمیت داره. حتی دوست دارم شستشوی موهامو خودم انجام بدم، شستشوی موهاشونو، و همین کار باعث شده که دوست داشته باشم. درسته یکم اذیت شدم، اما بود تجربه خوبی بود شستشوی موهای خودم، و اینکه مطمئنم به خوبی این کار رو از پسش بر اومدم. حالا موهامو میگیرم بالا، مثل موهام میارم افزایشی میکنم و دوباره کنم. آبا میبندم و خودمو رو سرم کنم. خب این مرحله آبگیری موهام با حوله انجام میدم. لباسم خیس کردم و فکر نکنید همه چی خیلی خوب پیش رفت، اما خب از اونجایی که دارم خودم انجام بدم آرامشش برام خیلی بیشتره. موهامو خشک میکنم. آب موهامو که گرفتم کاملا دیگه هیچ آبی چکه نمیکنه از موهام. شروع میکنم به آبگیری موها. خب کار تقسیم بندی موهامو انجام میدم. ببینید تقسیم بندی مرحله‌ایه که خیلی مهمه. من همیشه به بچه ها میگم هیچ وقت تقسیم بندی رو شل نگیرید. یعنی رو تقسیم بندی، به تقسیم بندی خیلی اهمیت بدید، چون وقتی تقسیم بندی اصولی و درست داشته باشید به راحتی میتونید کاراتون رو خوبی پیش ببرید. خب حالا تقریبا موهامم شونه نمیزنم که موهام حالت کشتانی پیدا نکنه، اما یه کوچولو این گره هایی که سطحی هستن و با شونه بازشون میکنم. یه سمت رو کلیپس میزنم،
سمت بعدی رو روی دستم نگه دارم. هر وقت خواستی شونه بزنید از پایین برید به بالا، باعث میشه گره‌هاتون باز بشه و موهاتون کشیده نشه. توی این مرحله دستمو میذارم، پروتئینمو تکون میدم که کاملا میکس بشه. یک مقدار از پروتئینم میریزم. کم درست کنید مواد رو، همیشه کم بریزید داخل ظرف، مخصوصا اگه قرار باشه میکسش کنید، چون ممکنه که البته این تهشه، بازش میکنیم. همیشه وقتی مواد رو کم میکس میکنید اگه اضافی بمونه هدر نمیره، اما اگه کم باشه خب میتونید بعداً زیادش کنید. فیلرم تقریبا الان نشونتون میدم حدوداً 10 میل به موادم اضافهش میکنم که میبینید و با هم دیگه میکس دستکشمو میپوشم و شروع میکنم لایه هامو مواد زنی. از 1 سانت مونده به ریشه مواد زنی رو انجام میدم، کاملا به همه قسمت‌های مو سعی میکنم ماساژ بدم. موها رو یه دور شونه میکنم که مواد به همه قسمت‌ها برسه. بچه یه نکته دیگه که اینجا میگم، هیچ وقت شونتون رو یا قرص موادتون رو داخل مواد نذارید، به خاطر اینکه موادتون اینطوری خیلی پر میاد و اذیتتون میکنه. دوباره لایه بعدی رو جدا میکنم. از 1 سانت مونده ریشه با دقت انجام بدید. از 1 سانت مونده به ریشه مواد گذاری رو انجام بدید رو موتون. مستقیمه که میکنید کاملا احیا تو قسمت نوک موهای باشه. این آبرسان خیلی برای موها خوبه و من دارم رو موی نمداری رو انجام میدم، درصد احیاش میره بالاتر. من صافی مد نظرم نیست، دوست ندارم موهام صاف بشه، اما دوست دارم موهام احیا بشه. لایه هایی که برمیدارم نگاه کنید کاملا مشخصه، یه خط صاف. از موها رو جدا کنید و موادتون رو، زاویه دستتون رو اونطور که باید شونی بذارید و مواد رو به قسمت پایین سر بدید. دوباره از زیر کار مو رو شونه بزنید. و باقی مانده خیلی کم مواد برای، یعنی پر کار نکنید، موادتون رو نه خیلی زیاد باشه نه خیلی کم باشه. یه موهاتون مرحله رفت بدیم. با موهاتون با مهربونی برخورد کنید، موهاتون رو نکشید هیچ. ببینید تمامی خطایی که من جدا میکنم، همیشه بچه ها میگن شما دستتون یه خط کشونه، یه خط ساده، و اینا به خاطر اون تجربه‌ایه که انقدر ما با مو کار کردیم و این تجربه رو به دست آوردیم که حتی با نوک انگشتامونم یا با پشت شونه موها رو صاف جدا کنیم.
خیلی کار سختیه ها، فکر نکنید خیلی کار آسونیه. خیلی وقتا هنرجوها ماها تمرین میکنن، بازم اون چیزی که دوست دارن، اون خطای صاف رو نمیتونن در بیارن و میگن که از دور که کار رو دستتون میبینیم فکر میکنیم که خیلی راحته، اما در واقع به این شکل نیست، خیلی هم راحت نیست. همه چی با تکرار و تمرین و هیچ کاری هم من همیشه میگم سخت نیست. هر کاری با تکرار و تمرین میشه که شما مساج تنابی هم میبینید این وسط بهش میدم که مواد کاملا بدم توی موها. سعی کنید موها رو آروم آروم اصلا جداشون کنید. موهام داره این سمتش تموم میشه، بریم سمت بعدی رو مواد گذاری کنیم. تیکه‌ای که برمیدارم شاید بگید زیاده، اما من مطمئنم که دارم همه قسمت‌ها رو به مواد آغشته میکنم. این دیگه بسته به تبحر شما داره که لایه‌هاتون رو چجوری بردارید. من میدونم که میتونم از عهده‌اش برمیام که این مو رو کاملا به موادم آغشته کنم. همینطور که میبینید موها کاملا براق و آغشته به مواد. چند بارم شونه کشی رو انجام میدم که خیالم راحت بشه، جایی جا نمونده. چقدر موهام امروز از من میخواد تشکر کنه، چون حتما حالش خوب میشه با این پروتئین آبرسانی که من بهش زدم و فیلری که داخلش میکس کردم تمام منافذ موهامو پر میکنه و این دو شاخهایی که هر از گاهی پایین موهام دیده میشد برطرف میشه. یه سری مخوره ها رو ما 16 مدل مخوره داریم که فقط 4 مدلش رو میتونیم درمان کنیم که درمانشون هم با پروتئین هستش. بقیه مخوره ها باید حتما کات بشن، نمیشه که درمانشون کنیم، فقط با کات شدنه که درمان میشه. روی موها بخشیه که خیلی بیشتر از همه جا آسیب میبینه. من موادی که میزدم واقعا با فاصله 1 سانتی زدم و وقتی دارم شونه میکشم شونه رو خیلی عمقی نمیکشم، یعنی به ریشه موهام نمیخوره که مواد بخواد از طریق شونه کشی به کف سرم بخوره. وقتی مواد گذاری اصولی باشه ما هیچ وقت دچار ریزش نمیشیم. امروز اکثر افراد میگن که آره ما رفتیم پروتئین کردیم یا کراتین کردیم موهامون شروع کرد بریختن. ببینید پروتئین و کراتین دلیل ریزشتون نیست، مواد گذاری اشتباهه که باعث میشه مواد با کف سرتون برخورد کنه شما دچار ریزش بشید. یا شامپوهای فیلی سولفات اگه این مراحل هم درست باشه و شما موهاتون دچار ریزش بشه، خب بعضی از افراد به خاطر اینکه اسکالپ خودشون از قبلم چرب بوده یه پیش زمینه داشتن، بعد پروتئین و کراتینی که انجام میدن اون چربی که روی کف سرشون هست به خاطر خب باید شامپوی فری سولفات استفاده کنن و اون چربی که روی کف سر هست با شامپوی فری سولفات که قدرت پاک کنندگی کمتری داره نسبت به شامپوهای دیگه باعث میشه اون چربی روی کف سرتون بیشتر انباش بشه و شما دچار ریزش بشید و بگید که من رفتم پروتئین یا کراتین انجام دادم و موهام دچار ریزش شد. خب این سمت تموم شد با اینکه با همه سمت‌ها رو کاور کنم. حالا من این بخش رو نوک موهام که مهم‌تره رو میذارم داخل، بعد شروع میکنم سمت بعدی رو مواد گذاری میکنم.
شما باید این توانایی رو داشته باشید که با موهاتون بازی کنید. از مواد ما برمی‌داریم و روی موهامون می‌زنیم. سمت‌ها می‌زنیم. حالا شاید من این دستم به خوبی کار نکنه، اما سعی میکنم که مواد رو از همه سمت به موهام به خوبی بزنم و جایی جا نمونه. کاملا شونش میکنم. مواد به خورد موهام بره. پرید. حالا این بخش از موهام دوباره دو قسمتیش میکنم. خلاصه که از همه جا باید کمک بگیرید دیگه، از بازو و دست و پا و دهن و خلاصه که همه جا رو باید مواد رو بزنید و شروع کنید به شونه کشی تا خیالتون راحت باشه که مواد به همه قسمت رو خورد بره. موادم تمام، دوباره میکس میکنم. خب دلیلش این بوده این مواد که کم بیاد شما به راحتی میتونید میکسش کنید دوباره، اما اگه موادتون زیاد بود مجبور بودید مواد اضافی رو دیگه بریزید دور و هدر بره موادتون. اینطوری خیلی راحت مواد رو مجدد میکسش میکنید. بس اون تنه شد اینا رو میشورمش. لایه بعدی رو جدا میکنی. تیکه هامون رو کوچیک‌تر برمی‌داریم.
دقیقا موادم به اندازه رسید. بعد شروع میکنید خیلی آروم این موهایی که رو هوا هستن رو کرسگیری به این سمت و بعد موهاتون کاملا بعد ماساژ یه کاور اصولی براش انجام میدید. و منتظر میشید که تموم بشه. تایمی که براش در نظر میگیری 30 دقیقه هستش. خب ما تایم 30 الی 35 دقیقه‌ای که برای موهامون داشتیم رو تایم مکسمون رو گذروندیم. حالا با باد سشوار اول با باده، ببینید ما فقط با باد گرم خوش نمی‌کنیم، یک مقدار با باد سرد خوش می‌کنیم، بعدش با باد گرم که موهامو خوش کردم. حالا شروع میکنیم مرحله به مرحله براشیم کرد. کاملا موهام نرم و مثلا براق شد، مشخص شد. بریم که ادامه شد.
خب تو این مرحله از کار ما کار اتو کشیمون تموم شد. اتو کشی که برای این مرحله ما انجام دادیم بین 5 تا 6 مرتبه بود، زیاد برامون صافی مد نظر نبود، تمرکزمون روی احیای موها بود و تو این مرحله با آب تقریبا ولرم رو به خنک موها رو آب کشی میکنم. از ماسک شماره 3 که همون ماسک تثبیت مواد پروتئین و کراتینمون هست روی ساقا میزنم، بین 10 دقیقه تا 20 دقیقه بهش تایم مکس میدم و بعد آب کشی و در نهایت با باد سشوار خوش میکنیم و فاینال کار رو براتون میذارم. اینجا ماست ما باید به کف سرمون نخوره چون دچار ریزش میشه. خب شستشوی موها رو انجام دادیم، آبگیری رو با حوله انجام میدیم. ببینید توجه کنید آبگیری شما نباید موها رو بسابید. تو شستشو هم ما دیدید با ماساژهای تنابی که از بالا به پایین میدادیم کار ماساژ رو انجام دادیم، چون توی این فاینال کار باید ما فقط تمرکزمون روی این باشه که کوتیکول‌های مو رو یا فلزهای مو رو نرم کنیم و به سمت پایین ببندیمشون و من موها رو فقط میگیرم لای دستام و با فشار کمی که به موهام میارم آبگیری موهام رو انجام میدم از بالا به پایین که دیگه هیچ آبی چکه نکنه و شروع میکنم بعد با باد سشوار کاملا موهام رو خشک میکنم. خب همطور که می‌بینید اینم از فاینال پروتئین تراپی موهای من کاملا موهام احیا شد. شاین و براق و نرم شده موهام، کاملا مشخصه